حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید، که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است. یا دزد به یک بار ببرد، یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، وگر هنرمند از دولت بیفتد، غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند، و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند.
به نام خدا، حسین بیگی اردکانی هستم. 25 ساله که در زمینه‌های خوشنویسی و خطوط نستعلیق، سورس، نسق و شکست نستعلیق فعالیت دارم و حدود 1 ساله که شروع کردم به نوشتن روی بوم و نقاشی خط. بنده کلاس 3 دبستان که بودم یه معلمی داشتیم، حتی یادم اسمش، خانم ثباتی، ان شاءالله هر جا سلامت باشه. من همیشه به خاطر اینکه بدخط می نوشتم همیشه جریمه می شدم که حتی مثلا تو اون سال بچه ها مثلا میتونستن از خودکار استفاده کنن. من تنها کسی بودم که معلمم اجازه نمیداد، میگفت تو قطعا باید با مداد بنویسی به خاطر که خطت خیلی بده و خیلی جریمه شدم. فکر میکنم که تو همون سال بود که من یه ذره یه تلنگری بهم خورد که باید یه چیزی که کمبود دارم باید درستش کنم، باید خودم
یه طوری اینو درستش کنم و اینکه به اون هدفی که میخوام برسم. و تو دوران راهنمایی که بودم، راهنمایی یه معلم هنر داشتیم، من از شخصیت ایشون خیلی خوشم می اومد و این شخصیت ایشون باعث شد که من به خط و خوشنویسی علاقه‌مند بشم. و بعد از اون دیگه شروع کردم. خب امکانات خیلی خوبی نبود اون موقع، نه کلاس‌های آنچنانی بود، نه کتابای خوب بود و اساتیدم خیلی دریغ می‌کردن از بچه‌ها. و اینکه شروع کردم با کتابای استاد امیرخانی تمرین کردن. انقدر تمرین کردم، انقدر رو کاغذهای جنس بعد می نوشتم و اون موقع امکانات الان نبود قطعا و همین باعث شد که دستم توی اون دوران راه بیفته. و سال 85 که وارد انجمن خوشنویسان شدم، توی تعیین صدر مدرک عالی رو گرفتم و از اون به بعدم دیگه شروع کردم ممتازم و خدمت استاد ملکی پور مدرک گرفتم و بعدش رفتم انجمن خوشنویسان خاک در خدمت استاد واشقانی فراهانی، یکی از بهترین استادای ایران. شروع کردم به تمرین و یادگیری و اینکه الانم که در خدمتشون هستم.
به نظر من که هر کسی باید تو زندگیش یه هنری بلد باشه، یه هنری که دقیقاً با روح آدم دست و پنجه نرم میکنه، آدم رو آروم میکنه. توی این دنیایی که همه چی عصر تکنولوژیه و همه چی با تکنولوژی پیش میره، بعضی موقع آدم دوست داره تو خلوت خودش، تو تنهایی خودش یه هنری داشته باشه که اون چیزایی که توی ذهنش خارج کنه. من خودم وقتی که می نویسم انگار مثلا یه حالت عرفانی تری بهم دست میده، به خدا نزدیکتر میشم، حالم بهتر میشه، راحتتر مشکلات زندگیمو میتونم حل کنم. و میگن که هنر نان نمیشود ولی شراب زندگی است. یعنی اینکه یه جایی میرسی که دیگه این هنره به داد آدم میرسه، یه جایی میرسی از نظر روحی. تو بازنشستگی من خودم کارمندی هستم و اینکه تمام روز سعی میکنم که اون روزمو یه طوری سپری کنم که بعدش بیام 3 ساعت 4 ساعت تو خلوت خودم بنویسم، آروم شم. و این آرامشه بهترین هدیه‌ای که این هنر به من داده و واقعا ازش کمال استفاده رو دارم میکنم. زمانی که من شروع کردم به نوشتن اون موقع هیچ امکاناتی حقیقتا نبود، نه کلاسی بود، نه اینکه پدر مادرها زیاد حمایت میکردن از هنر. و اینکه الان خیلی اوضاع بهتر شده و اینکه استادام یه ذره خالصانه‌تر دارن یاد میدن. من خودم با تمام وجودم، هر کی که میاد با تمام وجودم سعی میکنم اون چیزی که براش زحمت کشیدم و ساعتها وقت گذاشتم و بهش انتقال بدم، حالا به هر روشی که هست.
تمرین کردن توی نستعلیق به نظر من اساسی ترین چیزه. یعنی اون لحظه هایی که من میتونستم بهترین تفریح ها رو انجام بدم گذاشتم پای نوشتن و این نوشتن الان دارم فیضش رو میبرم. الان همین که یه تابلو می نویسم، یه رو کاغذ یه شعر می نویسم و هدیه میدم به یه نفر، این برای من لذت بخشه و الان از هیچ چیز شکایتی ندارم. اون زمانی که ما شروع کردیم به نوشتن واقعا اساتید اون موقع زیاد اهمیت نمیدادن و اون چیزی که باید و شاید به ما انتقال بدن نمیدادن. ولی الان من تمام سعیمو میکنم اون چیزی که واقعا براش زحمت کشیدم به راحتی در اختیار یکی بذارم و اینکه اون شخص بتونه راحت‌تر نستعلیق رو یاد بگیره یا خوشنویسی رو یاد بگیره یا هر هنر دیگه ای که هر کی داره. به نظر من باید صادقانه در اختیار دیگران بذاره و هدف اصلیم واقعا اینه که انتقالش بدم. و بعدم همین که من میتونم که با یه تابلو لبخند بذارم رو لب یه نفر برای من ارزشمنده و از همه مهمتر همه ماها تو این دنیا به وجود اومدیم که یه اثری از خودمون به جا بذاریم، یه اثر خوب، حالا هر کسی در وسع خودش.
و من سعی میکنم که اون اثر و اون چیزی که میخوام و توی این جهان، توی این دنیا برای دیگران بذارم و تمام تلاشمو میکنم برای اینکه یه چنین هدفی که دارم بهش برسم انشالله. در دست‌های تو تاریخ انسان است، تاریخ عشق و خون، تاریخ ایران است. می آفرینی و دست تو آبادی، قلب تو زیبایی، نبض تو آزادی. با نقش تو از فرش تا عرش نزدیک است، بی نقش تو از عرش تا فرش تاریک است.